سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس. خوش آمدید بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما میخواستیم با شما درباره تگ کد گپ زنیم و بیاموزیم که در چه جاها چه خصوصیت ها و برای چی استفاده کردن می شود. و تگ کد با نوشته کد استفاده می شود و در درون تگ کد وقتی که ما یگان چیز نویسیم با شما نشون میدیم. مثلا نویس is the best. و وقتی برمیگردیم با وبسایت اختمون چه خیلی میبینید شریفتش و مانند شریفت نوشته کدها میباشد. فرقیت اساسش در همین هاست. من درباره یک تست پاراگراف داخل میکنم و وقتی که شما میبینید فرقیت شریفت کد نویسه، این شریفت شما میتوانید فرقیت کرده که این به مانند نوشته کد و این برای چی اساسا استفاده می شود. در وبسایت ها مثلا ما یکم سرلوحه دقتی داریم که جاوا اسکریپت و در اینجا درباره جاوا اسکریپت یکم چفته گیم و یک کد در اینجا نویسیم نه جاوا اسکریپت. مثلا از ما یک تا کد می نویسم و ما میخواهیم بسنجیم که آیا اگر ا کلان ب باشد چکو کنه با ما خبر دیگه که ا کلان ب کلان ب درون ناخونک و اگر که ب کلان باشد چکار کنم دیگه که همین یک مثال کد نویسیم برای فهمیدن و اگر که این حالت باشه خبر دیگه که ا خورده ب و در دیگه حالت ها چیکار کنم دیگه که برابرن و میگذاریم و قسمی برابری را نویسم. وقتی برابری را موندن برابر میمونیم. باز برمیگردیم میبینیم در اینجا ما تگی بر آیت ما رفت داخل کنیم برای اینکه خطای نو پرتویه حلیت شه. تگی کد خودش هر یک خطی نو رفتگی مونه خطی نو نمیرسه، برای همون ما نیاز داریم که با آخرات چیکار کنیم تگی بره را داخل کنیم تا اینکه خطی نو پیدا شه. چقدر شما ببینید طرز نوشتش به مانند کد در وبسایت ما فهمیدیم که مثلا چه جاوا اسکریپت یک مثالچه کد شما نویسیم تا اینکه فرقیت داشته باشه این نوشته متنمون. برای همین اساسا استفاده میشه و تگ کد. اگر شما در وبسایت هاتون نگام قسمی کد در باید که باشین شما میتونید همین تگ استفاده برین تا اینکه وبسایت خودتون زیباتر نشون بدین. با همین درس امروز را به پایان میرسونیم. امیدواریم که تگ کد شما خوب آموختید و میتونید استفاده برید و تا درس دیگر خدا نگهدار.